پیشنهاد ازدواج رجا رایش برای لیلا خان و جواب لیلا خان در این باره چیست؟ رجا رایش کجاست؟ و عکس العمل غزال عنایت خانم اول رجا رایش. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. رجا رایش از جمله هنرمندان خوب ولی نه چندان مشهور در میان افغان ها است. با آنکه رجا رایش آهنگای زیادی سروده ولی کارهای هنری مشترکی هم با هنرمندان خانم از جمله فرزانه ناز، لیلا خان، غزال عنایت داشته است. رجا رایش شوهر اول غزال عنایت می باشد ولی ازدواج این دو هنرمند موفق نبوده است و ثمره ازدواجشان فقط یک فرزند می باشد و فرزندشان با غزال عنایت در کانادا زندگی می کند. ولی هیچ زمان غزال عنایت نامی از شوهر و پسر خود نبرده است. رجا رایش برای هنرمند جوان، خوش صدا و خوش سیمای پاکستان لیلا خان ازدواج دوستی داده است. رجا رایش با لیلا خان هنرمند پاکستانی آهنگ‌های دوگانه اجرا کرده و رجا رایش از رفتار و ظاهر لیلا خان خوشش آمده، ولی لیلا خان در مقابل برای این حرف رجا رایش جواب منفی داده است. این همه در حال است که چهره لیلا خان در میان افغان‌ها خیلی مطرح است، چون که لیلا خان چندین بار سفرهای هنری در افغانستان داشته است و آهنگ‌های دوگانه فراوان با هنرمندان افغانی از جمله زهرا الهام و میدی فراخ اجرا کرده است. اکنون رجا رایش در کشور جرمنی زندگی می کند و غزال عنایت از شنیدن این خبر برای چند روز متمادی استوری های غمگین در صفحات مجازی خود گذاشته بود. ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و خوشبختی برای تمامی جوانان کشورمان از جمله لیلا خان، رجا رایش و غزال عنایت داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.